حامد پاشو شیشه رو تمیز کن. چشم پسر، شیشه رو تمیز رو چشم استاد. پاشو میزو تمیز کن پسر. چشم پسر میزو تمیز کن. چشم استاد. یعنی چی؟ چرا من هرچی میگم به این پسره میگی؟ شما به من چقدر حقوق میدی؟ 3 تومن. باریکلا، منم 1.5 به ایشون میدم کارام بکنه. پس به شما هیچ ربطی نداره. پس بیمه‌ش چی؟ من اینجا مسئولیت دارم، نمیشه که. آها بیمه. ببین ما بیمه رو با هم دیگه استفاده میکنیم. بیماریهای خاص واسه منه، سرماخوردگی واسه اینه. موری پاشو این لیوانا بردار بشور. تو اوستای من نیستی با اون صورته، اوستای ما آقا حامده. اوستا میخوای مثل پشه بکنمش رو دیوار؟ باریکلا، به خاطر این حرکت خفن 15000 تومان پاداش میگیریم ما. کارتو بکن. اوستا عاشقتم. عجب گیری کردیم ما. آقای خدا بندگارم، میبینی ما چه بدبخت شانزیمه؟ من با این همه طلبات باشم اینجا زخم بشورم. والله بگورم. الله سنه لعنت لسین. کافه چی؟ یه چه خبر عزیزم؟ قربونت برم، چه خبر؟ خوش می‌گذره. قربونت بچه‌م، خدا رو شکر. بچه خدمت شما. مرسی عزیزم. بفرمایید. امیدوارم از خوردن این غذا لذت کافی رو برده باشید. آقا من این غذا رو نمیخوام، انگشتتون داخلش بود. بوی انگشت عشقتم بود، الان این بقت بازار در می آوردی یه انگشت دیگه. تو چرت و پرت میگی آقا؟ مسئول اینجا کیه؟ اینجا صاحب نره؟ اینجا صاحب مابله. داداش چی شد آقا؟ بابا سر یه انگشت داره مغلطه. بابا زشت چی؟ بابا اونجا انگشتم رفته تو غذاش. برو کنار ببینم. ببخشید چه مشکلی پیش اومده؟ آقا انگشتش داخل سوپ بود. واقعا از شما پوزش میطلبم. الان میگم که یه سوپ جدید براتون بیارم. باز شما گوسالا چه گندی به بار آوردین. دفعه بعدی بی برو برگشت اینجا با لغت میندازمتون بیرون. فهمیدین یا نه؟ پس من یه دونه موز میخورم. پسرم نخور، تو سال سفراغ بودی. حضرت عباسی اگه به پولش نیاز نداشتم جوری میزدم از وسط قارچ بخوری. راست میگه. جان داداش. الو، سلام حامد جان. شما؟ مهدی ام، پسر خالت. از پسر خاله فامیل در نمیاد. قطع کن گوشی رو، حیوان به کارت برس. این با کی بود؟ صدای نمیاد. آره دیگه باید اینطوری خودمون رو قانع کنیم تا بهمون فشار نیاد. چیه؟ اونی که میگه ازش فامیل در نمیاد اون با جناقه. پسر خوب، بابای تو با جناق بابای منه. بابام از بابات خیری نبرده. منم با تو حال نمی‌کنم. حالا اگه زری نداری گوشی رو قطعون کار داره. من خرابا چقدر به فکر تو بودم، میخواستم نصف داراییمو بهت بدم. داداش باورت میشه حضرت عباسی الان میخواستم بگیرمت. دلم برات اینقدر شده. داش محمد سلطان خاله خوبه؟ بابا خوبه؟ داداش لوک ببرس، همین الان دارم میام اونجا. عشقی داداش. داش مهدی میخوایم از اینجا بریم، هر کار دوست داری بکن، منم برم به حساب این مدیر برسم. وای میسن. پسر اسالی زونم. پسر جون زیاد صدا نده. بودو برو سالن جمع کن. بودو بینم. دیدی با سوپ من چیکار کردم؟ آخرین بار شد. تو روز تولد داریم. چه تولدی؟ پسرم سوپو برای خانم سرو کن. بشین سرتات، بشین. تولدته اینم. چه صحنه هول به هم زنی شد. نه پسرم تو سال استفراغ نه. اینا رو بشور. ولش کن. اینو بشور. مدیر شهرنده یه چند لحظه میتونم وقت تو بگیرم؟ ها چیه؟ ها چیه؟ مردی که 2000 یه منطقه به احترام من دلاراست میشن. حالا تو هم میگی ها چیه؟ ببین به سر خوب، تیتر اول روزنامه امروز کاغذ باطله فرداست. هوای کارگر با کی کار داشتین؟ با رئیس جدید آشنا شو. داشت حالت خوبه؟ علل حساب واسه ایشون یه دونه توبیخی بنویس تا بفهمه با کی طرفه. سلام. پسر خاله حامد نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. دلم برات تنگ شد پسر خاله. پسر خاله چه دم و دستگاهی به هم زدی ها، توضیح کردی؟ آره دیگه، همون زویی که بابات مال بابامونو خورد تو هم. آقا ولش کن این حرفا رو. گذشته هرچی همش بزنی بیشتر گوشتر میاد. پسر خاله گفتی گذشته، یادت بچه بودیم میرفتیم تو خرابه. حامد بنال عزیزم بنال. یه دقیقه جدی باش، برو کار مهم باهاتون دارم. حال میکنی پسر خاله رو؟ ببین ماشاءالله خیلی واری ها.
خیلی. اصلا این مهدی کجا تو کجا؟ اتفاقا یه دونه آبزی داره. تو کجا؟ اون کجا؟ زیر لما پخ. حامد جان من یه سفر کاری برام پیش اومده، باید یه سفر برم تایلند. اینجا رو میخوام به شما بسپرم. پسر خاله ما میدونیم تایلند کسی واسه سفر کاری نمیره، واسه اشغال میره. فدای سرت، برو خیالت راحت باشه. منم اینجا رو واسط میکنم پاتایا که برگشی یه وقت دلتنگ اینجا نشی. بوکات تو نمیری به خوب کسی سپرده کارخونت و اون صورته. سلام، به قفسه بندی وکیلی خوش اومدید. این قسمت مخصوص قفسه‌هایی هستش که برای فروشگاه‌ها، هایپرمارکت‌ها و سوپرمارکت‌ها استفاده میشه که در ابعاد و رنگ‌های مد نظر شما برای شما تولید میشه. شما که حضوری تشریف آورده بودید در غیر این صورت میتونید با شماره تماس‌های 0912 1555 2555 3555 و 4555 ارتباط برقرار کنید. حامد جان همینجوری که داری میبینی همه دارن روال عادی کار خودشون رو انجام میدن. کاملا مشخصه. این چه کاری بود آخه انجام دادی؟ محمد آقای لیوان آب بیار. از همین لحظه اخراجی. پسر خاله چی رو اخراج؟ خانم من دمای بدنم اومده بود پایین، سردم بود. اینو ریختیم واقعا گرمم میشد. این پاداش باید بدی به خانم محترمی. مرسی محمد جان. این چیه محمد این بلر می کرگدن. پسر خاله اینو اخراج کن دیگه. مثل قدیمات حولی. اخراج کن دیگه. اخراج کن دیگه. حامد جان داداش. جان داداش. ببین این ماشین برا من خیلی مهمه. خب تمام خاطره های تلخ و شیرینمو با این ماشین دارم. مثل چشات ازش مواظبت میکنی. کورشمجه روش یه خط بیفته. من دیر کردم باید برم به پروازم برسم. راستی این لباسم برو عوض کن، یه لباسی در شأن و منزلت اینجا تنت کن رسمی. پسر خاله آتیشش میزنه. برو به سلامت. پسر خاله بله. برو به سلامت. خدا شاهد تو هیچ وقت آدم نمیشی. آب روشنایی میاره پسر خاله. از بچگی دوست داشتم یه دونه از اینا داشته. درو باز کن، یه کار اداره پیش اومده، ما زود میریم برمیگردیم. شش و پنگزه. یه شمال بریم یاکته. واسه زد تو. بابا این دکتر چیه؟ لیونارد دامنچیه. برو گفت سر زد بشین تا شمالم زر نمیزنی. بابا بیا پایین ببینم شمال چیه. ماشین مردم امانت. بیا پایین. کاشی در باز می‌کردی یه دور می‌زدی میومد حداقل. آشمیدی سلام سلطان. ماشی نمیخوای حراست کارخونه رفیقت بشی؟ حالا بیا بهت توضیح میدم. داستان داره ماشی. لوک کارخونه جدت مبارک. داداشای تبریزی مبارک باشه. خیلی خوش اومدی دفتر نکاشی. میگم آقا مهدی این قیافش اینجوریه داره به خودش مسخره بازی در میاره. داشام خوش اومدین. قدم رو تخم چشم من گذاشتین. ولی لااقل دو تاشونو سالم میذاشین. ما اینجا نیاز به کارمند داره. بارون رحمت خداست که همیشه میباره. این تقصیر من و توئه که کاسمون رو برعکس گرفته. باباش ربطی نداشته سلطان. داشامه دست خالی اومده بودیم، گفتیم یه چی گفته باشه. حالا بریم داخل، کلی کار داریم. بفرمایید. یه کمی برتر. بابا اونجا نکه. آها ولکن بیاد. بابا اینو نگفتم که بنه رو گفتم. الالورسون ما رو دیدی دای فرار کن زود. تمام بری سر کارتون. برو بینم. همه رفتن کسی دورو برم نیست، چنین بیکس شدن در